ولی اطبای سنتی مشهور همدان از حکیم سید خسرو خسروی بوده که اینها از هرات میان در همدان مقیم میشن و شروع میکنن سلسله هاشون، یعنی پسراشون و فرزنداشون همین مسیر رو ادامه میدن و راه. اینها هم چراغ‌های ارزم به حضور عرقگیری گیاهان دارویی هستش و همچنین برای خرد کردن گیاهان دارویی و آسیاب کردنشان. خب بریم اینجا. آقای دکتر تشریف بیارید اینجا. پروفسور موسیوند. پروفسور موسیوند کسی بوده که اول معلم بوده، بعد میره مهندسی کشاورزی میگیره، ادامه میده و تخصصش رو در مهندسی پزشکی تا اینکه به عنوان سرتیم اولین سازنده قلب مصنوعی جهان موفق میشه به ساخت قلب مصنوعی. دکتر ساموئل رهبر هم در حوزه بحث هموگلوبین برنده جایزه دستاوردهای علمی آمریکا بوده، پژوهشگر برتر دیابت در آمریکا بوده. و آقای دکتر این پروفسور موسیوند در 146 اثر تاثیرگذار بوده. 36 اختراع پزشکی مال خودش هست به نام خودش. آقای دکتر پروفسور یحیی دولتی، اینا همه همدانی هستند. ایشان پدر ماتولوژی نوین و بنیانگذار مرکز آموزش و پژوهش‌های بیماری پوست و جزام در ایران بوده. عرضم به حضور شما که ایشان هم باز همدانی هست. تشریف بیارید. یحیی دولتی هستش درسته؟ بله. از پزشکای پیشکسوتی که اخیراً رحمت خدا رفتن آقای دکتر مهدی ترابی بوده که متخصص بیماری‌های کودکان ما بوده. بعد از اینکه رحمت خدا رفت تمام تجهیزات و وسایلش رو خانواده‌اش آوردن اینجا هدیه کردن در برای ماندگار میشه. بله. این هم آقای دکتر شوشتری 97 سال سن داره. الان داره طبابت میکنه. اینم جز این کیفاییه که قبلا گرفته و برای ویزیت میرن. این همون خانومیه که به اسم دکتر میرهادی عکس 3 سالگیشه، عکس جوانیشه و عکس سن بالاشه که پزشک بسیار حاذقی بوده. ایشان سرپرستی کودکان بی سرپرست رو هم به عهده داشته. و این همون پروفسور بالتازای معروفه که یک مرکز تحقیقاتی رو در انیستوتوی اکنلوی کبودراهین داشته که در حوزه طاعون کار میکرد. تاریخچه ساخت بیمارستان اکباتان یا همون بیمارستان آمریکایی ها. خانم رایس و شارلین مسیحی بودن، آمریکایی بودن. میان توی ایران در سال 1269 ایجاد بنای بیمارستان آمریکایی رو میذارن. در سال 1269 بنای اولیه‌اش رو میذارن، شروع میکنن به ساخت. در کنارش یک کلیسایی رو هم میسازن برای ترویج دین مسیحیت. اما زیاد موفق نبودن. در سال 1286 تجدید بنا میشه که این کلیسا تبدیل میشه به این کلیسایی که با سنگ دیوین همدان نماسازی میشه. در سال 1340 دوباره تعمیر و بازسازی میشه و در سال 1388 کوبیده میشه و ساخته میشه به عنوان مرکز تخصصی کودکان غرب کشور. اون آمفی‌تئاتر همچنان هستش. اینم عکس بیمارستان‌های ما در سال 1335 در همین بیمارستان آمریکایی‌ها یا بیمارستان اکباتان 70 سال قبل. مال 70 سال قبله. این عکس‌ها بعد سال 1340. اولین پرستار و بهیاری که توی همدان رسما رفته تحصیل کرده، درس بهیاری و پرستاری رو خوانده، مدرکش رو گرفته، 66 سال پیش ایشان میاد پرستاری رو شروع میکنه در همدان. 66 سال خانم زهرا مصباحی. الان ایشان زنده است. چند سال داره؟ الان 66 سال، شما بذار 20 سال هم اون طرف میشه 86 سال. الان جزء یکی از خیرین خوب همدان. دکتر جوان‌تره فکر کنم. از دکتر طاهری جوان‌تره. نه. با دکتر طاهری چند سالته؟ 177. ماشاءالله. 177. اینم دوران دکتر متینه که در اتاق تشریح
جسد دارن آناتومی جسم رو به قول معروف برای دانشجویشان تشریح میکنن. دکتر متین. این هم بحث انواع عینک‌های طبی که برای آزمایش میزان سنجش بینایی بیمارها انجام میدادن و این سنگ کلیه ها، سنگ صفراها و سنگ مثانه هایی که از افراد مختلف درآورده شده. این سنگ مثانه 130 گرمی از یک فرد 100 ساله در نهاوند درآورده شده. 130 گرمه. این هم ابزار قدیمی که توی بحث حالا درمان و جراحی استفاده میشه و باز اینم شیشه های عرضم به حضور شما که تختی رو آره این اسمش جرقه است. این جرقه یعنی چی؟ این جرقه برای ریختن ماده‌ای در گوش یا چشم یا بینی ازش استفاده می‌کنه. تشریف برید.